سوره جین در مکه نازل شده است و از 28 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای پیامبر، الله تعالی به من وحی کرده است که گروه از جین همانا گوش فرا دادند هنگامی که من تلاوت قرآن می کردم. پس چونین شنیدند. به قومشان گفتند همانا شنیدیم قرآن را، خیلی خوش است در بلاغتش، فصاحتش و در احکام و اخبارش. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دعوت می کند به سوی حق و هدایت. پس ما به این قرآن ایمان آوردیم و هرگز کسی را در عبادت شریک پروردگارمان نمی سازیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و البته عظمت پروردگار ما عالی است، نه همسر گیرد و نه فرزند دارد. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. و به خیرد ما ابلیس درباره الله تعالی سخنانی دور از حق می گفت، یعنی گویا که الله شریک و فرزند دارد. تفسیر بغوی. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. و ما هر آینه می پنداشتیم آدم و جین درباره الله تعالی هرگز دروغ نمی گویند، یعنی به الله تعالی شریک و فرزند قرار نمی دهند. تفسیر بغوی. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و نیز مردانی بودند از آدمیان که با مردان از جین پناه می بردند، پس زیاده کردند مردان جین بر انس‌های پناهجوی ترس و هراس بیشتر را، یعنی این آن پناهبری است که عهد جاهلیت این گونه پناه می بردند و این نوع شرک اکبر است که الله آن را نمی بخشد مگر بعد توبه نصوح. در این آیت هشداری سخت است برای کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان می روند. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. و همچنان که شما ای گروه جینها می پنداشتید، انس‌های کافر هم می پنداشتند که الله تعالی هرگز هیچ کس را دوباره بعد از مرگ زنده نمی گرداند. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. و ما گروهی جنها طلب کردیم به آسمان رسیدن را تا بشنویم سخنهای اهل آسمان را. پس آن را پر از فرشتگان نگهبان و قدرتمند یافتیم، با ستارگان انداخته می شود و آن کسی را که به آسمان نزدیک شود. تفسیر طبری. و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و ما هر آینه می نشستیم پیش از این به جایهای از آسمان تا بشنویم اخبارش را. پس هر کی اکنون برای گوش کردن نشیند، شهاب را یعنی آتش پاره را
در کمین خود یابد که او را سوزانده هلاک می کند. این دو آیت باطل می سازد دوای جادوگران و فالبینان را که می گویند آنها علم غیب را می دانند و بیخیردان را با این دعوای دروغینشان گمراه می سازند. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. و ما گروه جنها نمی دانیم که آیا برای کسانی که برای زمین هستند بدی مقدر می شود یا پروردگارشان می خواهد برای راستشان ببرد. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. و بعضی از ما نیکوکار و صالحند و بعضی از ما غیر این کافر و فاسقند و گروه های گوناگونیم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. و ما یقین دانستیم که الله بر ما قادر است و ما در زیر قبضه و فرمان روایی او می باشیم. پس اگر کاری را به ما خواهد از او گریختن نتوانیم و هرگز نتوانیم سوی آسمان گریختن از عذابش اگر بدی را به ما خواهد. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. و چون قرآن را شنیدیم با آن ایمان آوردیم و اقرار کردیم که قرآن از نزد الله است. پس هر کی به پروردگارشان ایمان آورد پس نه از نقصان حسناتش می ترسد و نه از ستم، یعنی مبادا که در بدیهایش اضافه نشود. تفسیر طبری. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. و هر آینه بعضی از ما جنها مسلمانانند و بعضی از حق دور. پس آنهایی که اسلام آوردند پس آنها قصد کردند راه راست را، یعنی سرفرود آوردند به طاعت برای الله تعالی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. و اما آنهایی که از راه اسلام دورند پس آنها حزم جهنمند. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. و اگر آدمان کافر و جنهای کافر برای اسلام می رفتند هر آینه برای آنها آب بسیاری را فرود می آوردیم و رزقشان را در دنیا فراخ می کردیم. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تا آنها را بیازماییم چگونه نعمتهای الله را شکر می کنند و هر کی از طاعت پروردگارشان و گوش کردن قرآن و عمل کردن به آن روی گرداند او را به عذاب سخت در اندازند. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. و هر آینه مسجدها برای عبادت الله یگانه هستند پس عبادت نکنید در آنجا غیرش را. همانا مسجدها فقط برای عبادت الله یگانه ساخته شدند، یعنی واجب است پاک نگاه داشتن این مسجدها از هر گونه چیزهایی که در اخلاص برای الله و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم خلل می رسانند.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و چون بنده الله محمد صلی الله علیه و سلام برای پرستش پروردگارش برخاست، نزدیک بود که جنها او را بالا بالای هم گرد کنند تا بشنوند از او قرآن را. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو ای پیامبر به آن کافران تنها پروردگارم را یگانه پرستش می کنم و هیچ کس را در عبادت شریک او نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو ای پیامبر به آنها البته من نمی توانم بر شما زیان برسانم یا برای شما فایده بیاورم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاه نمیابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولی آنچه می توانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت های او می باشد و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند پس نصیب او هروین آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند یعنی عذاب را بینگرند پس خواهند دانست چه کسانی را یارانی ناتوانتر و شماری کمتر بوده است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر به مشرکان بگو من نمیدانم که آیا آن وعده عذابی که به شما دادند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. او تعالی دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی سازد. یعنی می داند آن چیزهایی را که از چشمان غایب است. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می کند و برای نگهبانی او یعنی از جین از پیش روی و پشت سرش نگهبان یعنی فرشته قرار می دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. تفسیر بغوی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلام پیامبران پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جین همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی به آنچه در نزد آنهاست از علم‌های آشکارا و پنهانی
امرها و حکمها احاطه دارد. چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ما و یا ترجمان کجای به خطا راه داده باشد، از الله طلب دعا میکنیم که ما را بیامرزد.